گناهی که بزرگان در رمضان تأکید میکنن که ازش فاصله بگیریم، یکی دیگه هست چشم چرانی. این گناهیه که نور طاعت رو، برکت طاعت رو میدزده و به تاراج میبره. چشم چرانی باعث ظلمت و تیرگی در دل میشه. الله تعالی جدا جدا به مردها گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، جدا به زنا گفته و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنها چشمشون رو از نامحرم حفاظت کنن، مردها چشمشون رو از نامحرم حفاظت کنن. یکی از اون گناهانی که متاسفانه قبحش و زشتیش از دلها بیرون رفته، همین گناه چشم چرانیه. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله تعالی اخیراً یه فتوایی دادن، فرمودن که داشتن موبایل اندروید هوشمند برای کسانی که نمیتونن خودشون رو از چشم چرانی ها و فضای آلوده رسانی حفظ کنن، برای این دست افراد حرامه. تو که نمیتونی چشمت حفاظت کنی، تو که نمیتونی از فضای آلوده رسانی تقواتو حفظ کنی، زمینه گناه برات فراهم میکنه. برای این دست افراد داشتن موبایل ناجایزه. و در طول رمضان هم تلاش بکنید انشاءالله تعالی، خدای نکرده شبکه‌های زشت ماهواره‌ای، فضای آلوده‌ای که خب جای مختلف ممکنه باشه زمینه چشم چرانی رو فراهم بکنه، سعی کنید از اینا پرهیز کنید عزیزان.